Baby, come to Mazar. از ما که بود بابای ما مولوی صاحب بود، مولوی صاحب عبدالله کلکانی نام داشت. با او سر هر بچه خود گفته بود که نواسه ما باید حافظ قرآن شه. در ظرف 2 سال حافظ قرآن شد. حافظ قرآن شدی. خانه چند نفر حافظ هستی؟ در خانه شکر خدا که خودم یک بیادرم است، یک بچه کاکایم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیر و خیرت بخیر هستین؟ خوش آمدین به مزار شریف. بخیر باشی. امی منطقه را چی یاد میکنید؟ خوب دکوریشن که هستی منطقه را کده، این منطقه را چی میگه؟ در کدام وقت جور شده؟ این منطقه در دروازه بلخ موقعیت داره. نامی از این مارکت که است مزار هتل نامگذاری شده و در این مارکت فعالیت های بیشترش صرافی است، همراه مارکت دوا ادویجات است که بیشتر در اینجا ادویجات فروخته میشه. در سطح شمال البته بزرگترین مارکت ادویه در اینجا حضور داره، همراه صرافی های سطح شمال تمامش اینجا می باشه، مرکزش. البته مارکت رشد خود داشته در بین مردم، از نگاه زیباییش، از نگاه مکان تجاریش بسیار خوب است. سهولت های بیشتر برای مردم شهر مزار شریف و سطح شمال ایجاد کرده. یک علمی ها با هوایش مسئلهش هست که نه بادش معلوم است نه شمالش معلوم است، نه چیزش معلوم نیست. قد مزار دغه خواړه کنه مشهور خواړه چی دي؟ روزای د منتوی دغه دی مشهور دی، نور پلاوی دی، قابلی پلاو. مزار کې بغیر د روضې څخه نور کوم ځایونه دي ښایسته د لیدلو لپاره سړی لاړ شي؟ خایسته در لیدو ځای د شادیان ده، چې هغه ځای هم ښه ځای نه لري. نور پستهزار ده، پسته مزار، همداسې ډېر ځایونه دي لکه هغه خواته حیرتان باندې. دیګونه و. قرآن شریف است که توسط 20 قلم نوشته شده، بسیار قدیمی است. جناب قرآن شریف ها ترجمه مختلف فرانسوی، جرمنی، هلندی، تایلندی، انگلیسی ترجمه شده و اینجا گذاشته شده. همچنان قرآن شریف 420 سال قدامت داره و قلمی است. یک تن از علمای ما نوشته کردن و در حوزه شریفی استفاده میکردن وقت قرآن شریف چاپی نبوده. بعد از او که قرآن شریف های چاپی آمده با اینا جمع شد و من حیث یک تاریخی در موزیم و کتابخانه جابجا شد.